و صبر ضیاء، صبر کردن این خودش یک نوری درخشان در حیات انسان است. میوه صبر بسیار شیرین است برادران عزیز و بزرگوار. صبر بسیار چیزی ضروری و لازمی است برای من و شما. عزیزای خدا میگویم برای انسان 3 نوع صبر لازم است: صبری در طاعت، صبری از معصیت و صبری بر مصیبت. صبری در طاعت چیست برادر عزیز بزرگوار؟ وقتی نماز آمدی باید سراسیمه نباشی. وقتی در نماز داخل شدی باید سراسیمه نباشی. وقتی که حج رفتی باید بیخود نشوی، سراسیمه نشوی، در غضب نیایی. در هر نوع طاعت و عبادت و بندگی خدا صبر لازم است. صبری در طاعت و صبری از معصیت. در حالت گناه حاضر شدی، اون لحظه می آید که باید گناه انجام بدهی، باید خودت به دست بگیری، صبر کنی و گناه انجام ندهی برادر عزیز بزرگوار. و سیمش صبری بر مصیبت. وقتی مصیبت به بالات آمد، پدر وفات میکنه، برادر وفات میکنه، فرزند وفات میکنه، یک عزیز و نزدیکت بندگی میکنه، باید صبر کننده باشی، صبور باشی. این جمله را در زبان بگو که انا لله و انا الیه راجعون، یعنی صبر در مصیبت داشته باشی. ثواب صبر از همه ثوابها بالاتر است برادران عزیز و بزرگوار. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند در روز قیامت وقتی خداوند ملائکه ها را امر میکرده است برای ادای ثواب عملهای من و شما، انسانی که مصیبت در بالاش آمده بود، انسانی که یعنی صبر در یک حالت دشواری و مشقت کرده بود، در نزد خداوند دعوا میکرده است. ملائکه ها را میگفته که ثواب صبر من برام ادا کنه. این ملائکه ها نگاه میکردن که ثواب صبر با چنان وزنین و گرانی هست که ترازوی قیامت را وزن کرده نمیتوانه. ملائکه ها با خداوند مراجعت میکردن، میگفتن پروردگارا بار الها، این بنده تو امروز دعوا داره که ثواب صبر من ادا کنه. رب العالمین به سوی ملائکه ها خطاب میکرده که استعیذ بالله انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. رب العالمین میگه من امروز صبر کننده ها را به حساب ثوابشون براشون ادا میکنم. یعنی ثواب صبر در قیامت در ترازوی قیامت وزن نمیکنه، خداوند خودش ثواب صبر ادا میکرده است. به همین خاطر من و شما در این رنج و مشقتی که امروز در زندگی داریم صبر کننده باشیم. از جمله من میفرمایند ان الله مع الصابرین، رب العالمین میفرماید من همراهی صبر کننده ها هستم. یعنی انسانی که صبر داشته باشه در رنج و مشقت، در طاعت و عبادت، از گناه و معصیت صبر کنه، الله رب العالمین میگه من همراهی او شخصیت است. خیلی یعنی عزتی بزرگی است که الله رب العالمین همراهی شخصیت های صبر کننده میشده است.